بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند لایزال. نجم مرادی هستم، دکتر معالج زخم در شفاخانه معالجه متحد و امروز مریض ما به اسم عبدالهادی هستند که 2 ماه قبل به لوحه دیابتیک فوت یا زخم دیابتیک در پایشان ایجاد شده بود در شفاخانه مراجعه کردند و طی جلساتی که مورد تداوی قرار گرفتن و ما برایشان اقدامات لازمه انجام دادیم. خدا رو شکر فعلا کاملا صحتیاب هستند و پایشان کاملا سالم هستند. ما اینا رو میتونیم که رخصت کنیم. السلام علیکم. شروع می‌کنیم به نام خداوند. ما هستم دختر عبدالهادی هستم. این مریضی که اینجا مراجعه کرد به مدت 2 ماه یعنی بهترین اقدامات براش صورت گرفت و بهترین کارهای به پدر جانم انجام دادن. بسیار ما پیش از پرسنل شفاخانه متحد بسیار خوشایند هستم، خوش هستم از پیشان. خیلی ممنون از پیشان به خاطر که خیلی اقدامات خوبتر بهترتر به پدرجانم انجام دادن و پدرجانم شکر در مدت 2 ماه صحتیاب شدن و پایشان میبینن که به شیوه درست و منظم تداوی شدن. خیلی ممنون از پیشان. تشکری خیلی زیاد از پیشان.